قطعا تو این 3-4 روز آنتن گوشی‌های سری 14-15 اپل شما پریده با سختگیری‌های فراوان و روش‌های قدیمی هم هیچ کدوم جواب نمیده. این روشی که میگم 100% تضمینیه و همین امروز تاریخ 31 تیر جواب داده. همینطور که دیدید من هیچ آنتنی ندارم. میریم توی سیتینگ توی گوشی‌های اپلمون، قسمت سلولار دیتا آپشن و وایس اند دیتا. شبکه‌مون رو میذاریم روی 2G. بعدش گزینه ایرپلن مود رو فعال میکنیم. حالا باید سیم کارت رو از گوشی آیفونتون در بیارید و روی یک گوشی دیگه که ریجستر هست قرار بدید. در مرحله بعد کافیه فقط یه تماس 30 ثانیه‌ای با اون سیم کارت انجام بدید. نه هیچی، خوش بکن. سیم کارت رو در بیارید و روی گوشی آیفونتون بندازید. از ایرپلن مود خارج کنید. همونطور که میبینید آنتن من برگشت، حتی سیم کارت من ایرانسل سخت‌تر میاد. به همین راحتی آنتن من برگشت. تنها راهی که این روزا جواب میده فقط همینه. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر به دردتون خورد ممنون میشم لایک کنید و برای محتوای این شکلی بیشتر ممنونم سابسکرایب هم کنید.